درود میفرستم به همیهنان عزیز و گرانقدرم. من مسعود نقره‌کار هستم، سخنگوی شورای ملی تصمیم، شورایی که در سومین سالگشت تأسیس و بنیانگذاریش قرار داریم. قبل از هر چیز سومین سالگشت تأسیس شورای ملی تصمیم رو به اعضا و حامیان این شورا در داخل کشور و خارج کشور تبریک میگم و اجازه میخوام به همین مناسبت درباره شورای ملی تصمیم خیلی کوتاه چرایی و چگونگی شکل‌گیریش، اهدافش و همینطور کارهایی که انجام داده نکاتی رو با شما در میون بگذارم. شورای ملی تصمیم شهریور ماه سال 1400 تأسیس و بنیانگذاری شد. تعدادی از مبارزان داخل کشور، به ویژه دوستانی از اعضای بیانیه 14 نفر و همینطور عزیزان دیگر به این ایده، یعنی در واقع ایده ای رو مطرح کردن و حول و حوش اون ایده با هم گفتگو و رایزنی کردن و سرانجام برای عملی کردن اون ایده پا گذاشتن، به این معنا که به چنین ضرورتی رسیده بودن که در شرایط کنونی در اون تاریخ جای یک تشکل شورایی که متشکل باشه از مخالفان حکومت اسلامی در داخل کشور و خارج کشور خالی است و به همین خاطر اقدام کردن به شکل دادن چنین تشکلی در پیوند با مشورت و همینطور همکاری برخی از کنشگران در خارج کشور. به هر حال این شورا تأسیس میشه تحت نام شورای ملی تصمیم. ابتدا یک مرامنامه یا بیانیه‌ای تدوین میشه و بعد هم در واقع در حول و حوش اون بیانیه همون هیئت مؤسس شورای ملی تصمیم تلاش میکنه که با عضوگیری و جلب عزیزان در داخل و خارج کشور این شورا رو گسترش بده. خب قرار هم بر این شد که ابتدا این شورا علنی مطرح نشه، بلکه یک دوره‌ای برای تدقیق اون مرامنامه، چه در حوزه نظر، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه ساختارمند کردن اون مجموعه‌ای که در کنار هم قرار گرفتن فعالیت بشه. بنابراین حدود 9 ماه تا حدی که الان ذهن من یاری میکنه این عزیزان و کسانی که به این جمع میپیوستن در رابطه با تدقیق نظرات خودشون در حوزه نظر، سیاست و حتی تشکیلات و برنامه‌های دیگه‌ای که لااقل یک تشکل سیاسی میبایستی داشته باشه کار کردن و خب در طی این 9 ماه میشه گفت یک تشکل شورایی به گمان من تا حدودی میشه گفت استخوان‌بندی شده و جا افتاده شکل گرفت. خب بعد از 9 ماه فعالیت‌های در واقع غیر علنی، ولی میشه گفت واقعا فعالیت‌های خیلی مداوم و در عین حال با برنامه، اگر اشتباه نکنم تیر ماه سال 1401 4 جولای 2023 فکر میکنم شورای ملی تصمیم اعلام موجودیت میکنه و خب اعلام موجودیتش در واقع با انتشار علنی بیانیه‌ای انجام میشه که تحت عنوان بیانیه اعلام موجودیت خب عنوان میشه و در سطح جنبش در داخل و خارج کشور منتشر میشه. خب این بیانیه که فی الواقع میشه گفت تکمیل شده همون بیانیه اولیه است که در شهریور 1400 تدوین شده بود، ولی خب
همونطور که گفتم روش کار شد و تحقیق شد، هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت این جمع رو، یعنی شورای ملی تصمیم رو در خودش منعکس میکنه و هست. در واقع 6 اصول ششگانه به عنوان هدفهای تا حدودی هم کوتاه مدت هم بلند مدت شورا در این بیانیه عنوان میشه که خب یکی از اونها گذار کامل از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی است که در واقع گذاری با اتکا به جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی در داخل کشور و جنبش‌های اعتراضی مردم، با یک دیدگاهی که به هر حال شورا دیدگاهش این هستش که این گذار رو امیدوار هست که خشونت پرهیز انجام بشه، ولی با در واقع تأکید روی حفظ اون حق مشروع دفاع از خود یا اون دفاع مشروع. بنابراین یکی از اصول اولیه‌ای که مطرح میشه در این بیانیه این هست: مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی با تأکید روی یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز و همینطور مسئله فراخوان عمومی دادن بعد برای برپایی مجلس مؤسسان و در عین حال مسئله برپایی یک نظام انتخابی و همینطور دموکراتیک که البته نوع اون رو آرای مردم تعیین خواهند کرد و اصول و اصلای دیگه‌ای که من حالا به اونا نمیپردازم، به ویژه تأکید روی پایبندی به و پذیرش و تلاش برای تحقق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به اون. اینها اصول در واقع پایه‌ای هستند که همونطور که عرض کردم اصول ششگانه‌ای که در بیانیه مطرح میشه. اونجا هم مطرح میشه که این اصول در واقع آیه‌های منزله نیستن، بلکه میشه اصول دیگه‌ای به اونها اضافه کرد و در عین حال خود همین اصول ها هم تدقیق کرد و در واقع گسترشش داد تو حوزه‌های مختلف، کما اینکه خب بعداً هر کدوم از این اصلا توی شورای ملی تصمیم، حالا من بعد عرض میکنم، روش کار شد و در واقع تدقیق شد و تا حدودی میشه گفتش که خیلی مدون و مشخص در واقع در برنامه شورای ملی تصمیم هستش. در کنار در واقع طرح این اصول و تلاش برای تحقق این اصول، یکی از مسائل بسیار مهمی که شورای ملی تصمیم از همون ابتدا در واقع به همین خاطر شکل گرفت و ملکه فکرش بود، فی‌الواقع تلاش برای ایجاد گفتگو، همکاری و گسترش همگرایی و تا حد ائتلاف بین نیروهای سیاسی مختلف و همینطور شخصیت‌های سیاسی مختلف که با تنوع‌های فکری و سیاسی اما فی‌الواقع در چارچوب دموکراسی فعالیت میکنن، دموکراسی هایی فعالیت میکنن بود. یعنی تلاش برای اینکه بشه در واقع این نیروها رو کنار هم جمع کرد. شورای ملی تصمیم فی‌الواقع روی این مسئله بسیار نیرو گذاشته و انرژی گذاشته و در این راستا هم تا موفقیت‌هایی داشته که بتونه فی‌الواقع مسئله گفتگو در میان نیروهای اپوزیسیون حکومت اسلامی و شخصیت‌های در واقع مطرح حکومت اسلامی، تاکید میکنم دموکراسی خواهان رو در واقع پیش ببره. گفتگو، تلاش برای همکاری، برای همگرایی، ائتلاف و رفتن به سمت اینکه بتوان اون نیروی اجتماعی و سیاسی که در واقع نیاز هست برای دوران گذار، برای در واقع همین دورانی که هستیم،
برای در سرنگونی حکومت اسلامی و همینطور بعد از سرنگونی حکومت اسلامی پسا حکومت اسلامی که بتونه اون ساختار غیر دموکراتیکی که الان درش هستیم رو به یک ساختار دموکراتیک تبدیل بکنه. تمام تلاش شورای ملی تصمیم برای این هستش که بتونه این نزدیکی، همگرایی و این همبستگی و نهایتاً همبستگی ملی رو ایجاد بکنه که در این راستا تلاشایی هم کرده و خب از همون ابتدا هم مطرح بود که مد نظر این شورا این هستش که یعنی در واقع شورا خواستار اینه که بتونه نیروهای مختلف و شخصیت‌های گوناگون رو در یک فی‌الواقع مکان یا در یک موقعیتی کنار هم قرار بده. خب شورا این موقعیت رو تحت نام پارلمان مخالفان حکومت اسلامی فی‌الواقع نامگذاری کرده و تلاش هم این بوده که بتونه این نیروها رو در یک جایی، تجمیع این نیروها رو در یک مجمعی شاهد باشیم که همون تحت عنوان پارلمان مخالفان حکومت اسلامی من ازش نام بردم. به هر حال پارلمانی که الان فرصت نیست من این مسائل باز بکنم، ولی پارلمانی که بیشتر سمبولیکه، بیشتر در واقع نمادین هست، یه پارلمان قانونگذار و حقوقی و انتخابی نیست، بیشتر یک پارلمان سیاسی است. البته نامش هم میتونه پارلمان نباشه. به هر حال منظور اینه که نیروهای اپوزیسیون رو و شخصیت‌های مختلف اپوزیسیون رو، این مجموعه دموکراسی خواه رو از طیف چپ، میانه، راست بتونیم در یک جایی در کنار هم قرار بدیم، قرار بگیریم تا بتونیم توی همون مجموعه هم ضمن اینکه تمرین دموکراسی بکنیم بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای همین دوران گذار، سرنگونی حکومت اسلامی و به هر حال اون وضعیتی که بعد از سرنگونی حکومت اسلامی ما پیش بینی میکنیم. این در واقع میتونم بگم مجموعه خیلی خلاصه شده اهداف شورا، اهداف بلند مدت و کوتاه مدتش بود. شورای ملی تصمیم در رابطه با این مسئله مهمی که عرض کردم، یعنی تلاش برای ایجاد گفتگو، نزدیکی، همگرایی، همکاری و ائتلاف رو خب به گمان من به گونه درخشان پیش برده. شورای ملی تصمیم الان با طیف‌های سیاسی گوناگون چپ دموکرات به ویژه، سوسیال دموکرات ها و همینطوری طیف ملیگرایان و همینطور راست میانه، مشروطه خواهان و تا حدودی طرفداران سامانه پادشاهی و بعد گروه های اتنیکی که بسیار پر اهمیت هستند و جایگاه خاصی در درون شورای ملی تصمیم دارن، بتونه در واقع یعنی ارتباط گسترده‌ای با این مجموعه داره و تمام تلاشش هم این است که بتونه این فی‌الواقع وظیفه‌ای رو که من اشاره کردم رو انجام بده و این نیروها رو به هم نزدیکتر بکنه و خودش هم در واقع نقش یک نیروی نزدیک کننده و یک نیرویی که در واقع پیش قدم باشه برای گفتگو و همکاری رو داشته باشه. خب شورای ملی تصمیم در واقع برای گفتگو خط قرمزش فقط حکومت اسلامی است. با هر جریان اپوزیسیونی گفتگو خواهد کرد، گفتگو کرده، اما برای همکاری مسئلهش خیلی روشن هست. بیشتر یعنی در واقع با نیروهای دموکراسی خواه همکاری کرده و همکاری میکنه. من نمیخوام وارد جزئیات بشم برای که وقت میگیره، ولی یکی از تلاش‌های شورای ملی تصمیم در همین حوزه میشه گفت که شکل‌گیری پیمان همکاری است که با تشکل‌های مختلف دیگه، الان 7 تشکل هستند و با شورای ملی تصمیم که پیمان همکاری رو
شکل میدن و خب این پیمان به عنوان یکی از نمونه هایی که میتونه نماد و تجلی اون همکاری و نزدیکی و ائتلاف نیروهای دموکراسی خواه باشه امروز در سطح جنبش مطرح وجود داره و فعالیت میکنه. شورای ملی تصمیم جدا از این عرصه‌ای که من اشاره کردم تلاش کرده و تلاش میکنه و بیشترین نیروش رو هم اینجا گذاشته، اما در حوزه فعالیت‌های سیاسی در پیوند با عزیزان و اعضای شورا در داخل کشور و به ویژه مسائلی که در داخل کشور جاری است و مسائل اساسی و کلیدی هستند فعال و برنامه‌های سیاسی خودش رو داره و همطور که به هر حال عرض کردم خیلی میشه اینها رو بازتابش رو در سایت شورای ملی تصمیم در شبکه‌های که شبکه‌های اجتماعی و در واقع میشه گفت تبلیغاتی که شورای ملی تصمیم داره دید. شورای ملی تصمیم در حوزه سیاسی یکی شاید بشه گفت بله یکی از فعالترین تشکل‌های سیاسی است که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور الان فعالیت میکنه و همونطور که عرض کردم میشه بازتاب این فعالیت ها رو هم در حوزه موضع‌گیری سیاسی و هم در این حال در حوزه فعالیت های عملی در داخل و خارج کشور دید و شاهد بود. جدا از این شورا علاوه بر فعالیتاش در حوزه سیاسی و به ویژه در رابطه با داخل کشور و حمایتش به ویژه بخش خارج کشورش در پیوند با حمایتش از نیروهای شورا و کلا نیروهای مبارز در داخل کشور که واقعا تو این حوزه شورا پشتیبانی قابل توجه و حمایت قابل توجهی در طول حیات 3 ساله خودش داشت. جدا از این در حوزه‌های مختلف دیگه شورا فعالیت‌هایی داشته که من الان به اون اشاره نمی‌کنم. شورا امروز دارای یک تشکل میشه گفت یک تشکیلات جا افتاده است با کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف فعال در حوزه‌های گوناگون سیاسی، تشکیلاتی و حتی تو حوزه‌های مدنی، صنفی و گروه‌های اجتماعی مختلف دیگه به ویژه زنان که خب باز بازتاب فعالیت‌های این کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها رو میشه در سایت شورا و شبکه‌های مختلف شورا دید که فی‌الواقع تمام این کمیسیون‌ها با شرح وظایف مشخص خودشون و فعالیت‌های خودشون بازتاب کارهای خودشون رو در خود سایت شورا و شبکه‌ها باز می‌تابونن. ضمن اینکه در میشه گفت رسانه‌های دیگه ما شاهد هستیم. من نکته دیگه ای رو نمیخوام طولانی بشه، نکته دیگه ای رو در مورد شورای ملی تصمیم خب نمیخوام مطرح بکنم برای اینکه نکات زیادی الان تو ذهن من هستش. شورا به عنوان یک تشکل سیاسی شورایی از همون ابتدا از اعضای تشکیل شده که واقعا ملکه فکرشون همون مشارکت، تشریک مساعی و همکاری بوده و خب اون واژه ملی هم فی‌الواقع در این رابطه در کنار شورا قرار گرفته که شورا به دنبال این هستش که منافع ملی ایران و مردم ایران تأمین بشه و در اون راستا مبارزه بکنه. ضمن اینکه این واژه میتونه در برگیرنده این هم باشه که شورا در واقع یک تشکلی است سامان یافته از تنوع‌های گوناگون فکری، سیاسی و حتی تعلقات مختلف سازمانی، حزبی و ایدئولوژیک
یعنی ملی رو در واقع در این دو عرصه میشه تعریف کرد. و در عین حال چون بارها هم مطرح شده، واژه تصمیم در واقع به این خاطر اومده در رابطه با شورا که اون رو هم توی حوزه‌های مختلف میشه ازش تعریف داد و خواست بنیانگذاران شورا رو در رابطه با طرح این مفهوم مطرح کرد. شورا مصمم بوده و در این رابطه تصمیم راسخ داشته که بتونه نقش بزرگی رو ایفا بکنه در رابطه با نزدیک کردن نیروهای مختلف، یعنی نیروهای مخالف حکومت اسلامی و حتی شخصیت‌های مخالف حکومت اسلامی. یعنی تصمیم راسخ و تصمیم اصلیش در این رابطه بوده. ضمن اینکه برنامه‌ای هم در رابطه با شکل دادن شوراهای مختلف و یا شکل‌گیری شوراهای گوناگون در ایران در حالا تحت عنوان شوراهای تصمیم هم جزء برنامه‌اش بوده. شوراهایی که بتونن در محلات و جاهای مختلف در ایران شکل بگیرن با یک برنامه‌های دموکراتیک و خواستای دموکراتیک، بتونن با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که خود اونها میتونن تشخیص بدن در داخل ایران مبارزه کنن. این رو هم گفتم برای اینکه بارها مطرح میشد که خب این کلمه ملی و کلمه تصمیم برای چی در کنار شورا هست. خیلی خلاصه من سعی کردم این چند نکته هم توضیح بدم. به هر حال شورای ملی تصمیم بدون ادعای اینکه یک آلترناتیو سیاسی است و میخواهد یک آلترناتیو سیاسی باشه، بدون این ادعا که در واقع قابل نقد نیست و طی همین 3 سال در واقع خطاها و لغزش‌هایی داشته و تلاش کرده انتقاد بکنه و با این لغزش‌ها و خطاها برخورد بکنه، به فعالیت خودش ادامه داده، ادامه میده و ادامه خواهد داد تا به اهدافی که من بهش اشاره کردم در واقع به یاری سایر نیروهای سیاسی، اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه به اون اهداف برسه. ممنونم از شما که صحبت‌های من رو گوش کردید و ببخشید من به خاطر به هر حال تنگی نفسم شاید بعضی جاها یه مقداری مکسا و یا شایدم از خود موضوع دور شده باشم، ولی در هر حال تلاش خودم رو کردم که مطالبی که لازمه رو با شما در میون بذارم. سپاسگزارم.